Drowning deep in my sea of loathing, broken your servant I live. Will you give in to me? It seems what's left of my human side is slowly changing in me. Will you give in to me? Looking at my own reflection, when suddenly it changes, violently it changes. Oh no, there is no turning back now. You've woken up the demon, the enemy. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your feet and let it burn to me. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You get up, come on, get down with the sickness. And this is the get. ما بالاخره رسیدیم سمنان. خیلی روز پرچالشی بود، یه ایرادی تو ماشین من بود پیدا نمیشد فنی، ولی بالاخره ساعت 6:30 من از کرج حرکت کردم و خودم رو رسوندم ساعت 10:30 به بچه ها و من خدا 2-3 ساعت معطل من شدن و حرکت کردیم، داریم میریم سمت داخل. سلام علیکم. یوتیوب کار میکنی؟ یوتیوبی. مشتبه چطوری؟ سلام علیکم. چکرم. خوبین؟ سلامتی؟ قربان سلامتی. فرداشم. ببخشید خیلی اذیت شدین ها. شرمنده‌تونم. مشتبه جون. نوکرم دایده شدی. انده رو نگاه. سلام علیکم. خوبی؟ چه خبر؟ اذیت شدین ها؟ نه بابا بین 120 تا گوریده دفعه جون که شد. اینو بخوای بکنی تو من. سلام. من نمیام شما هلو آقا ماشین نمیبودی؟ آقا نذاشتن اینو ماشین بیارن. مرداد با اگه یه راننده یه موقع چیزی بشه همه ماشین ها یه دونه. بازی شروع شد، داریم وارد تاریک ترین و سیاه ترین جای ممکن میشیم. میریم جلوتر حالا متوجه میشین کجاست. اول اسملو خوردیم به یه رودخونه. قرار بود خیلی مختصر و کم این سفر رو بیام با تعداد کم، اونجایی که تو رفیقای ما خودشون بیش از چند صد تان یک 6 تا رو انتخاب کردیم. جایی هم که اینجوری خطرناکه، آبه، اول اوفوریاز همت میکشن تشریف میبرن، اگه نتونستن مشتاق میکشدشون، نتونستن تینو بر میگرده. آقا رو میخواه نخرسیم علی آقا مسئول کارهای بی خودی گروه و آیه علی ترامیسو. اول بسم الله. سلام علیکم. آبش چه جریانی داره آبه؟ آبش من کونه من اصلا ماشین ندارم. کون لقه تو شما گیر میکنی. نه اون نداره. نه اون قشنگه. خب اینو رد کنیش که دیگه دنبال اون نمیشه. حالا دیگه از اینجا بعد آزادی کامله. چه نیزایی شینچ من بیابون نبود. اینجا چشمه چه رودخونه چیه؟ فکر کنم آب فاضلا به چیزه. آب فاضلا به اینقدر تمیز آدم داشت بخوره. بیا برو تو آهسته برو جلو. ببین تو هر جا میاد فقط میدی من برم. بچه‌ها بریم. حمید پر رو. حمید تو خوراکت رنده کردن این داستان هاست. حمید بیا برو. ببین اصلا 10 سانت هم 20 سانت نه با بیا آهسته الان میره دیگه. آره گپ میده. اینو که میبینین ببین ماشین رد شده رفته. آره ولی ردی نیستش اون وقت.
مرداد میخوای من برم؟ ببین صحبت اینه که بحث عمق نیست بچه‌ها. توی کویر خط به هیچ وجه عوض نکنید. چون ممکنه یه نقطه باتراق نباشه، یه متر برتر باتراق باشه. مثل میدون میمونه. من رد شدم، سالم رد شدم، با فاصله با من حالا میگم قضیه تو رفتن این چجوریه. نه ببین خاک اینجا با خاک شما فرق داره. جای داستان دیگه است. این پوریاست. آروم این پوریاشونه. ببین تخت گاز نمی‌کنی، خیلی آروم ازش رد میشی با دنده یک سنگینت. برو. پوریا خطو باز میکنه با هم میای. آروم برو. آروم، اصلا آبو بلند نکن. برو ولش نکن. برو ولش نکن. نه اونقدر نیست. ولی اونور عمق نداره. نه عمقش همینجاست. نه نگاه کن، می‌خواستم رینگاشو ببینم. نگاه کن هیچ گلی به رینگش نکرد. 30 سانت رفت. می‌خواستم جنسشو ببینم. جنسش خوبه. آخر زهر خودش ریخت. پوریا مسیر رو باز کرد. ما هم داریم ردش. شبیه نوردی که با رد شدن از آب. آقا چرا پوریای ما گاز داد؟ آروم با دنده یک سنگینی. این بهتره راست میگه. مرداد از این نره. آروم. فرمون سمت من. چرا فرمون کامل میگیری؟ راننده. کلاجتو نگیر. بعد رفت چرا فرمون ازش در رفت شاگرد کلا. پوریا بیا جلو، بیا خطو باز کن. این آب نمک کامل بچه آباد آروم ازش رد بشیم. ببینیم حالا پوریا چطور میره. که سنگینی؟ شیشه هات هم که مهم نیست ها. اگه گیر کنی بخوای گاز سخته کنی گیر نمی کنی چون رد قدیمیه. زیر سخت کن. آقا پوریا بفهم راه باز کن. اون جایی که شما خود از بزرگتر میاد. گاز نده، آروم ردش کن. گاز نده نمک گاز نده. کم نمیاره، داره میره سفته. گاز نده الکی.
خب تو هی میکشید هی میخوام بگم که نکن. نه دیگه نه. علی آقا دنده 2 بیا. Learning all of us, saving the moments, leaving me broken another time. You come on like a bloodstained hurricane, leave me alone, let me be this time. You carry on like a holy man, pushing redemption. I don't wanna mention the reason I know that I am stricken and can't let you go. When the heart is cold, there's no open window. That I am crippled by all that you've done. Into the abyss with my falling in my skin. موشک یا آب گرم کنه؟ آب گرم کنه بابا. فایبر گلاسه. موشک نیست که این فرق. آره نه خود موشک نیست. موشک نیست فرمان بابا. راه جدا شده. حالا یا ای با خود سویه من میگم این اولیه که برای شتاب اول داده میشه I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. پوریا قشنگ براتون صافش کرد. بیه چاره ای نداری اینجا کلش همینجوریه. برون برو پایین. نه همین رضا من نگاه کردم پوریا اون شخمی که زد ترکون اونجا رو. آخرین نفر بیا اصلا هیچ برخوردی نداشت. What's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's
عروضه عملی ها بیان. بیا دیگه همین بیا. یکی سمت راننده برو. حله کش میای یا آقا از ما هم فیلم بگیرید دیگه نامردا. شکلای نمک اینجا دیدم که قبلا ندیده بودم. اینی که اینجا میبینین این علفه، علف نیست، نمک. با آب چجوری این ترکیب شده که تبدیل شده به این؟ خیلی جالبه. همه میشه که اینجوری دقیقا اینه چمنه. نمک، همش نمک. این یکیش خیلی باحال بود. یه توپ 40 تیکه هم اینجا پیدا کردیم. چقدر جالبه. خیلی جالبه. توپ 40 تیکه. جریانی داره.
شما دوتا دیگه باید این چیزا رو نداشتیم که نشد که آقای مهداد طاهری ببین کجا گیر کرده ماشاءالله جفت چرخ آزاد این شکلی نباید جفت چرخ تا اینکه سوال باشه دو متر دیگه ما میاریم این ورتر رو باید میزد دقیقا اومد سر پرتگاه ماشین دیگر عجب آره اما ماشین جفت چرخهای جلو آزاد خب باش موقع گفتی ببین دارم میگیرم الان میزنم از بالا بازه. بعد از این اتفاقی که واسه ماشین مارشال افتاد گردگیر سر دیفرنسیالش پاره شد، گریسش زد بیرون، الان دارم میبندنش. آقای خاتمی، آقای طاهری 10 دقیقه بود که راه افتاده بودیم که این اتفاق افتاد. 10 دقیقه قسمت اینجوری بوده و ماشین تو بگی پایین یا دنده عقب بیا. بذار برم که دنده عقب بیا.
آره از اون کفیه بریم، اون گوشه بریم. یه جایی اومدیم که تو ماسه‌ها خیلی رمل همه پوش بودن. 3 تا ماشینمون دیتک 4 تا تپیدن. یکی ماشین آقا مجتبی، یکی ماشین آقا پوریا، یکی همون بر علی بهزایی تپیده، دارم کمکش میکنم. این جلو هم ماشین مهرداد تپید. البته ماشین مهرداد تکدف شده. اینجا هم که ماشین منه، پایین رفتم وایستادم. اینم که علی خاتمیه. سلام علیکم حاج علی آقا، حسن نباشی آقا. خیلی جای قشنگیه. میگم چقدر جای قشنگیه، خیلی خوشگله. علی آقا 3 تا ماشین 4 تا ماشین با هم تپیدن علی آقا. آره یکی اونجا، این 2 تا، این 3 تا، اونم علیرضا داره در میاد. بادا زیاده. نه بادا رو باید کم کنید، 12 تا در بیان بیرون. عجب پشه‌هایی داره اینجا. سوزون اون پشه‌ها. مرداد گاز زده تو مرداد، گل پر شد زیر لاستیکه. کامل نشست. به هم دیگه برو، حرکت تقه، برو مشتاق برو. وایسا مرداد یه ذره برو جلو، مرداد یه ذره برو جلو.
مشت دیپلم بالاخره رسیدیم اینجا. اگه میخوایم مشتبه چیزی بذارید فکر شروع کنید بکنید بذارید. نه خب اینجا دوستانشون بذارن. مشتبه آرمی شده شما یه دونه ظرف روش زده به تافرود. لاغانیم آقا لاغان. بکنید. مشتبه بلیتو بیار مشتبه قبوش کن. یه نریزی. نمیخوای بکنی مشتبه؟ آرمی چیز بکنه همونجا این بغل این چوبه رو بکن، بغل سنگر رو بیل بده یه ذره بکنی میبینی ظرفو در وقت نشد بلیزیه آره یه بطری نوشابه طوره روش متافروز زده. متافروده خیلیه آره ولی اونی که مال ما یه بطری اینجا زیاد دیپلم صادر کردن. مشتبه تو چیزی نداشته سال دیگه چیز بیاد برداره مثلا کیوان عروسک گذاشته تو لوت. بیا باز کنیم تو فیلم بیفته ببینیم چیا گذاشته. سیگار هم گذاشته. ما همیشه سیگاریه از اون باش دیگه روی این چیز همه از این ظرفاست. اینه آره اینه متافروز توشه. آره آقا آرم متافرود من دارم میبینم از این نه سالگرد مارگرد نیست. میگم یه لوگو متافروز توشه. نه این چیزه فور ویل درایو. ولش کن برو دیگه اینا کی به در نمیاد. شاید تو اون یکی ظرفه همین دیگه نیست. بیا بقیه گروه هم بیا باز کنیم ببینیم دیگه تو فیلم بیفته فضولی حال میده. اسم تو بنویس چیزی تو گروهای دیگه نذار. یه ظرف بردار خب یه بطری آب معدنی خوش پیدا کن مال مردم وا نکن. چرا نمیتونیم ببینیم گناه داره؟ اسم نوشتن بیرون دیگه در چیزی نیست که چی اون؟ لیر ترکیه. نه پول لهستانه پولشگاه لهستان خونه دارم. خب بذار سرجش من هم فیلم میگم با خیال راحت میتونیم باز کن. میگفت شلوارک نمیشه. همین الانش هم سکسی نه ترس. این بره سرجاش. بزن که ظرف ما رو. نه نیست مرداد برش تو ما برداشتن سر. ولش کن یه بطری بردار اسم همه رو بنویس بنداز تو شلکی بزن. پره؟ خیلی پره بابا. این بغلش بیل خورده مرداد تراشیده شده. اشکال نداره ولش. جمع کن آرمین زودتر جمع کن تا شب میشه. بیا دیگه علی پاشو دیگه. در تاریخ 4 آبان 404 خیلی درست می‌نویسی پشتش دیگه اسممون رو بنویس. بسم الله القاسم از زمنان و شدادی مسیر شمال به جنوب جن را پیمودیم و مسیر شمال در این نقطه به جنوب گرد همایی به وجود آمد. مجتبی پرچمش افتاده؟ را پیمایش کردم بلند بود داشت. مهدادمون تکدف آمد. امروز تاریخ 6 آبان 404 که 2 روز رد کردیمش خیلی مهمه. آقا اجازه بدید. آقا زده پیش داد. و امروز در تاریخ پس از 2 روز پیمایش در تاریخ فلان به اجازه. آقا اونی که میگه رو بنویس. بحث نکن دیگه. شما برداشتیم مال بقیه بخونین که بقیه مال شما بخونن. چیه داریم خودمون میدونیم چه گوی خوردیم.
ببین بعضی اینو فیلم میگیری عکس میگیری بزنید عکس بگیریم برای خودمون گرفتیم برای دیگران کار نمی‌کنی اینجوریه. اگه برای دیگران یه کار شب باش بیا اینجا بگوش هر گوری میاد بگو آقا من اومدم در تاریخ شامان به این نقطه دشت دیپلم رسیدیم. من الله توفیق. قربان شما آرمین خورسند. بطری نوشتم اینم بگیر. حالا یکی یکی جا کن. این خیلی جا گرفته این ظرفه. بندازش بیرون ولش کن. این خیلی جا گرفته. الان همه جا میشه بذاره. زبانه میشه توی